امام حسین و خدا به هر کسی نمیده، محبتشو به هر کسی نمیده، دلبستگیشو به هر کسی نمیده. اصلا شما اجازه نداری یاد اهل بیت بیفتی مگر اینکه خود حضرات من و تو رو یاد کنن. هر وقت یاد یک کدوم از معصومین افتادی، یاد امام زمان افتادی، بدون لحظاتی قبلش امام زمان یاد تو کرده که شما اجازه پیدا کردی یاد امام زمانت بیفتی. هر موقع که گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله، بدون قبلش حسین یاد تو کرده. ماها سلام نمی کنیم. بعضیا دیدی میگه دلم خوشه به جواب سلام تو. ما نیستیم که سلام بکنیم سید الشهدا جواب سلام بده. حسین فاطمه ما رو یاد کرده، به ما سلام کرده، ما فقط جواب سلام میدیم. سنت پیغمبر مگه نی؟ هیچ کس بر پیغمبر مقدم نشد به سلام کرد.